سلام دوستای عزیزم. امروز میخوام با هم دیگه این سبد خیلی قشنگ رو بدوزیم. تقریبا ارتفاعش کمه و به عنوان سینی میتونین ازش استفاده کنین و یا توش دکور بذارید و روی میز ازش استفاده کنید. خب دوستان، این سبدی که میخوایم با هم دیگه بدوزیم، بچه‌ها این سبد دایره است دیگه، پس به هر قطری که دوست داشتین میتونید انجام بدید و حالا دستاشم که براتون میگم. خب اول هر کار ما داخل قیتون رو خالی میکنیم. یه سوال پرسیده بودین که چرا باید ما اول آخر کار رو توی قیتون خالی کنیم. به خاطر اینکه برای شروع کار اگر سر قیتون یکم ما سبک میکنیم که راحت تر دایره بشه و زیباتر در بیاد. اگه بخواد با اون کلفتی باشه که مغزی داشته باشه ممکنه نتونید اینقدر راحت شما گردش بکنید. میذاریم زیر چرخ، یه مقدار که چرخوندیمش میذاریم و شروع میکنیم. معمولا برای دوخت معمولش درجهمون روی 2، اما وقتی که مرکز رو میخوایم بدوزیم یکم درجه رو ریزتر میکنیم. معمولا یه به علاوه با درجه ریز چرخمون میدوزیم که کف کارمون محکم باشه. دوباره برای شروع کار ادامه کارمون هم رو درجه 2 میذاریم و میدوزیم. خب بچه ها، من میخوام طرح بدم توی این دایره رو. حالا از هر تعداد طرحی که میتونید استفاده کنید. میخواین یه دونه بزنید، میخواین مثل من سرج اضافه کنید، هر مدلی که دوست دارید میتونید این کار رو انجام بدید. من از یه مقدار که مرکز رو دوختم شروع میکنم به طرح دادن. اندازه قطر دایره من این نخی که قرار اضافه کنم و میبرم، میذارم زیر کار و دور نخ قیتون این نخ کنفم رو میپوشونم. به این قسمت که رسیدم بچه ها، این نخمون یکم اضافه اومد دیگه، اینو زیر رج بعدی زیر کار مخفی میکنم. معمولا 2 رج من ساده میدوزم، بعد باز رج بعد و یه طرح باز بهش میدم. معمولا این قسمتی که نخ قهوه‌ای تموم شده 2 رج بعد دوباره از همونجا شروع میکنم. اندازه قطر دایره نخ میبرم، وسط 2 تا نخ قیتون قرار میدم و روش شخ میکنم. این نخ کنفم دور نخ قیتون آروم میپیچم. بچه هر تعداد قطری که هر اندازه قطری که دوست داشته باشین میتونین این کار رو انجام بدید. من قطرم 21.5، به خاطر همین 3 رج از این نخهای قهوه‌ای بهش اضافه میکنم. فاصله بین هر کدوم این طرح‌ها هم 2 رج خالیه. هر اندازه قطری که دوست داشته باشین بدوزید، بعد دیواره رو تشکیل میدید. خب بچه ها، اینو به قطر دلخواه میدوزیم.
یواش یواش دیواره شد. برای گفتم دیواره، برای اولین رجش دست رو میگیریم زیر کار، آروم بلندش میکنیم، یه زاویه کمی رو تشکیل میدیم. چون اگه اینجوری کنید، اینجوری مستقیم بچسبونید، این رج رو نمیگیره. به خاطر همین مجبوریم برای رج اول یه کم بلند کنیم کار رو از سطح میز. اول رجم برای بچه‌هایی که تازه کارن همیشه گفتم مشخص کنن که گم نکنن اول رجم. خب اول رج اینجا میشه. رج بعد رو یکم فاصله رو بیشتر میکنیم و به چرخ این سطح کار رو نزدیک میکنیم تا به این نخم سعی کنید بپیچونید تابش باز بشه. باشه یواش یواش بعد از اینکه این دو رج دوختین سبد به دیواره چرخ نزدیک میکنید. خب بچه ها بعد از اینکه دو رج دوختین من میخوام مثل این طرحمون این وسط یه دور دیگه طرح بندازم. اندازه یه دور قطر دایره نخ میبرم و اینجا فیکسش میکنم. دور نخ قیتون این نخ کنف رو میپیچونم. برای تشکیل دیواره این سبد حتما باید به کناره چرخمون بچسبه ها. اگه اینجوری ولش کنید وقتی که بدوزید دهنه سبدتون خیلی باز میشه. همزمان که هایل اینو دارید این نخم به دور نخ قیتون میپیچید. خب برای درست کردن دستش اول قسمت ریز کار میزنیم، بعد از زیر در میاریم، ببینید اینجوری با سوزن فیکس میکنیم. به صورت دالوری اندازه میزنیم، با سوزن فیکس میکنیم، میذاریم زیر چرخ. این اول و آخر کار رو با درجه ریز چرخ یکم میدوزیم و درجه رو دوباره درشت میکنیم. میتونید ریز نکنید، همش رو با درشت بدوزید.
یه دور روی این دالبورا رو بدوزیم آروم. دو تا نخ رو با هم میگیریم. یکم که دوختیم میبریم نخو، قسمت آخرش رو به صورت یه حلقه در میاریم. درجه یه ذره ریز میکنم. یه رفت و برگشت میکنم. خب به این شکل شد. این نخهای اضافه رو همه رو میچینیم. خب دوستای عزیزم ممنون میشم کانالم رو توی یوتیوب ساب بکنید، زنگوله کانال رو فعال بکنید تا هر موقع که آموزش جدید میذارم شما رو آگاه بکنه. موفق باشید.